شماره اهالی سیاره تا 30 سال آینده نزدیک 2 میلیارد نفر زیاد شده، آن از 7.7 میلیارد نفر در سال 2019 به 9.7 میلیارد نفر در سال 2050 می رسد. طبق آمار سازمان ملل متحد، اهالی تاجیکستان تا سال 2030 اهالی تاجیکستان به 12 میلیون نفر و در سال 2040 به 14 میلیون نفر خواهد رسید و تا سال 2050 به بیش از 5 میلیون نفر افزوده زیاده از 14.5 میلیون نفر را تشکیل خواهد داد. طبق دورنمای سازمان ملل متحد تا سال 2100 اهالی جمهوری 12.5 برابر زیاد شده به بیش از 25 میلیون می رسد. طبق اطلاع وزارت عدلیه تاجیکستان در 6 ماه سال روان در جمهوری تولدی رکوردی به قید گرفته شده است. در کشور 104737 کودک تولد شده است. باید گفت که سال گذشته در طول 6 ماه 101141 کودک تولد شده بود. همزمان این نهاد دولتی قید کرده است که در کشور شماره مرگ کاهش یافته است. در دوام 6 ماه سال روان در قلمرو تاجیکستان 17272 مرگ به قید گرفته شده است. در همین دوره سال 2020 این نشان دهنده 18777 نفر را تشکیل میداد.